از سوی دیگر در راستای روند انتقال سیاسی و امنیتی در افغانستان، اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون تنظیم این روند میگوید که روند انتقال باید مسئولانه انجام شود و سبب تغییر در کشور گردد. آقای احمدزی در مراسم بزرگداشت از گزینشش به حیث دومین مرد متفکر جهان با انتقاد از نظام‌های سیاسی افغانستان میگوید از زمان شاه امان الله تا امروز تمامی نظام‌های سیاسی افغانستان برای مردم این کشور بحران آفریدند و این طلسم باید شکسته شود. کریم امینی گزارش می‌دهد. از برگزیده شدن اشرف غنی احمدزی رئیس تنظیم کمیسیون روند انتقال به حیث دومین مرد متفکر جهان در کابل بزرگداشت شد. در این مراسم از کارنامه‌های آقای احمدزی در بیشتر از یک دهه گذشته در کشور سخن گفته شد و شماری از شرکت کنندگان در این مراسم از حکومت خواستند تا دانشمندان و شخصیت‌های اثرگذار کشور را تشویق کند. ما در دوران طالبان، دوران جهاد، صفتای با خود داشتیم. سلحشور هستیم، خواهر ما شعر خواندن، دریای طوفانی هستیم که عدو و دشمن میزنیم. ولی در بین افغانا کس دیگه که یک دیدگاه را ترسیم کنه که ما نفت داریم، سرمایه داریم، تاریخ داریم و این احساسات و این رود طوفانی در عین زمان میتونه یک رود به خاطر سرسبزی و آبادی هم باشه استفاده کنه. این نیاز به یک ادبیات نو داشت. این ادبیات در افغانستان دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی معرفی کردن. اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون روند انتقال از سیاستگران و مردمان کشور می‌خواهد تا از تفرقه افغانی دست بردارند و به دور یک میز بنشینند و برای آوردن ثبات و رفاه همیشگی در کشور با هم کنار بیایند. قشر تحصیل یافته افغانستان و مخصوصا قشر سیاسی افغانستان در مقابل از این ملت یک مسئولیت بسیار کلان داره. چرا؟ از دوران امان الله خان تا حال هر بار قشر سیاسی افغانستان برای مردم عادی افغانستان بحران آفرید. مردم چی میخواهند؟ یک چتر ثبات از ما. هم فساد ما را تحمل کردن، هم دیدگاه های کوچک ما را تحمل کردن، هم تعصب ما را تحمل کردن. لیاز خدا حداقل فرصت نفس کشیدن به این مردم بدیم. افغانستان در سال 2014 میلادی انتقال روند سیاسی یعنی انتخابات ریاست جمهوری و انتقال کامل روند امنیتی را به تجربه خواهد گرفت. در این حال آقای احمدزی میگوید که این دو روند باید به گونه‌ای انجام شوند که بتوانند در افغانستان بهبود را به میان آورند.